فکر میکنی با استفاده از هر روغنی میتونی چروک، لکه یا خشکی پوستت رو اصلاح بکنی؟ سخت اشتباهی. به خاطر این پوست آینه درون ما هستش و هر کدوم از این لکه ها، چروک یا خشکی میتونه پیامدی از یک اختلال درونی بدن ما باشه. اختلال توی عملکرد روده ها، سیستم هورمونی، گردش خون و یا حتی کبدت. توی این ویدیو میخوام خیلی شفاف بهت بگم که کی روغن ها واقعا کمکت میکنن و میتونن پوستت رو بهبود بدن و کی فقط یک مسکن موقت هستن. پس آخر ویدیو با هم همراه باش. مطالبی هستش که جای دیگه اینها رو نشید. سلام، فریبا هستم، پژوهشگر و محقق کبد چرب و اصلاح مزاج که توی این زمینه 2 سال دارم مطالعه میکنم، تحقیق میکنم و مشاوره های متعددی انجام دادم. تحصیلات آکادمی من فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشت درمانی هستش و توی این زمینه 5 سال سابقه کار بیمارستانی دارم. این سراغ موضوع پوست و روغن ها. قبل از اون ببینیم اصلا پوست چیه، تحت تاثیر چه مسائل و عواملی قرار میگیره. پوست در واقع بزرگترین اندام بدن ما هستش و تحت تاثیر عملکرد روده هامون، آب درون بدنمون، سیستم هورمونیمون، التهاب‌های مزمن و تغذیه ما قرار میگیره. مطالعات نشون میدن که مشکلاتی مثل یبوست مزمن، رژیم‌های التهابی، مشکلات هورمونی میتونن باعث خشکی پوست، آکنه و لک روی پوست شما بشن. پس اگر شما درون بدنتون مشکل گوارشی داشته باشید، تغذیه درست نداشته باشید، هضم غذا درست نباشه، گردش خون مناسبی نداشته باشید، هر چقدر از روغن‌ها استفاده بکنی اینها اثر ماندگاری برات ندارم. اما خبر خوب، اگر تغذیه سالم داشته باشید بدنت و پوستت به طور طبیعی کلاژن و الاستین تولید میکنه که اینها باعث میشه پوستت محکم و با تراوت باشه. قبل از هر چیزی لازم میدونم در مورد این 2 تا اصطلاح الاستین و کلاژن صحبت بکنم. شما توی تبلیغات زیاد از اینها شنیدین، کلاژن و الاستین، ولی واقعیت علمی چیز دیگه ای هستش. کلاژن مولکول‌هاش اونقدر بزرگ هستن که نمیتونن از سلول‌های پوست شما رد بشن. پس گرونترین کرم‌های پوست هم نمیتونن برای پوست شما کلاژن سازی ایجاد بکنن. الاستین شرایطش سخت‌تر هستش. الاستین تا یه سنی توی بدن ما تولید میشه و تنها کاری که ما میتونیم برای نگهداری و محافظت از الاستین انجام بدیم این هستش که اون الاستین باقی مونده رو سعی کنیم محافظت بکنیم که دیرتر قرار بشه، دیرتر از بین بره. و وقتی که شما این کرم ها رو استفاده میکنید، اون صافی، نرمی که روی پوستت حس میکنید به خاطر رطوبت رسانی و پوشیده شدن سطح پوستت از کرم هستش، وگرنه کلاژن سازی توی بدنت اتفاق نیفتاده. و هر جایی که گفتن به شما با استفاده از یک کرم یا یک روغن کلاژن سازی توی پوستت ایجاد میشه، بدون این متاسفانه ساده سازی یا اغراق هستش. کار روغن ها این نیست که کلاژن سازی توی پوستت رو ایجاد بکنن. روغن ها در واقع محافظت کننده هستن، رطوبت رسان به پوستت هستن و از تخریب ها میتونن تا حدودی جلوگیری بکنن. سراغ موضوعی که خیلی از افراد ممکنه درگیرش باشن و اگر که درمانش نکنن مشکلات جدی پوستی براشون ایجاد میشه. خشکی پوست. خشکی پوست مثل خط قرمز ها داره که اگر ازش عبور بکنی متاسفانه برات ایجاد میشه. چیا باعث میشه که شما به خشکی پوست برسید؟ این که از شوینده ها زیاد استفاده کنید، فست فود زیاد بخورید، غذاهای فوق فرآوری شده زیاد استفاده کنید، قند و نوشابه زیاد استفاده بکنید و اینکه یبوست مزمن داشته باشید. توی این حالت چه اتفاق میفته توی بدنت کم آب میشه، چون تغذیه مناسبی نداری، فیبر استفاده نمی‌کنی، یعنی سبزیجات و میوه کافی دریافت نمی‌کنی، باعث میشه که مواد مغذی توی بدنت به صورت ضعیف جذب بشه و این نتیجهش میشه خشکی پوستت و پوستت مستعد لک و مشکلات دیگه میشه. یکی از مواردی که توی خشکی پوست برای برطرف شدنش توصیه میکنن روغن بادام شیرین هستش. ولی عزیزم اگر مواردی که قبلش گفتم رعایت نکنی، روغن بادام شیرین تا زمانی که استفاده میکنی خشکیت رو برطرف میکنه، همین که قطعش بکنی دوباره برمیگرده، چون پایه و اساس این مشکل توی بدنت از بین نرفته. حالا روغن بادام شیرین رو چطور استفاده بکنی؟ اینو حتما روی پوست نیمه مرطوبت بزن و
ترجیحاً شب‌ها استفاده کن. تقریبا 3 تا 4 بار در هفته استفاده کن. روغن بادوم شیرین چی کار میکنه؟ روغن بادوم شیرین حاوی اسید اولئیک و ویتامین ای هستش. در واقع یه جورایی رطوبت رسانی به سطح پوستت میکنه، یعنی روی لایه‌های سطحی پوستت رو رطوبت رسانی انجام میده، ولی رطوبت رسانی عمیق قطعا نمیتونه انجام بده و یه میزانی مواد مغذی داره. به خاطر همین بهش میگن که میتونه روغن جوانساز. چاق شدن صورت، خب خیلی دوست دارن صورتشون چاق باشه، گرد بشه، اونجوری خیلی خوشگله دوست دارن، ولی واقعیت این هستش به دور از هر گونه تبلیغ اینکه هیچ روغنی، هیچ کرمی نمیتونه اون استخوان‌بندی صورت شما رو عوض بکنه. چاق شدن واقعی صورت وقتی اتفاق میفته که چربی زیر پوست شما زیاد بشه یا احتباس آب اتفاق بیفته، یعنی تجمع بیش از حد آب، که خب این اصلا غیر ممکنه و میتونه براتون حتی مشکل ساز بشه. اما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ این که شما قوام پوستت رو بالا ببری و خشکی پوستت رو برطرف بکنی. اینها باعث میشه که صورتت پرتر به نظر برسه. چطور این کار رو انجام بدی؟ اول از همه از یه تغذیه مؤثر استفاده بکن. از جوانه ها استفاده کن. جوانه ها مواد غذایی فوق العاده مغذی هستن که میتونن به چاقی صورتت کمک. یه سالادی از جوانه های گندم، عدس و جو درست بکنید، یه مقدار کمی روغن زیتون بهش بزنید که یه ترکیب بی‌نظیر برای پوستت میشه و این رو استفاده بکنید. اما خب حالا ممکنه بخوای از روغن هم استفاده کنی. چه روغنی میتونه کمکت بکنه؟ روغن بنفشه، روغن بادام شیرین، اینها میتونه توی چاق شدن صورتت حالا به یه مقدار کمی بهت کمک بکنه. تکنیکش چجوری هستش؟ بهتر قبل از استفاده از روغن‌ها یه ماساژی انجام بدی. ماساژ توی اون ناحیه‌های برآمده پوستت مثل گونه‌ها یا مثلا پیشونی باشه. دایره‌واری ماساژ انجام بده، 1 تا 2 دقیقه بیشتر نمیخواد ماساژ انجام بدی. این ماساژ کافی هستش. چرا این کار انجام میدی؟ به خاطر اینکه بهبود گردش خون توی اون ناحیه اتفاق میفته و در نتیجه اون جذب روغن توی پوستت بالا. چروک ناشی از نور خورشید، التهاب بدن، کمخوابی و مصرف زیاد قند هستش. اولین قدم این هستش که بیای این موارد رو توی زندگیت متعادل کنی. موضوع بعدی توصیه میکنن روغن کرچک هستش. روغن کرچک در واقع رطوبت رسانی توی بدنت انجام میده، یا روغن بادام شیرین بازم همینطوره. اینا رطوبت رسانی به پوست انجام میدن و در واقع به چروک‌های عمیق هیچ کمکی نمیتونن بکنن. اینا فقط میتونن چروک‌های سطحی رو به واسطه رطوبت که ایجاد میکنن تا حدودی برطرفش بکنن. و مسئله دیگه که هستش افتادگی پوست هستش که افتادگی و شل شدن پوست نشونه کاهش کلاژن توی بدنت هستش یا تغییرات هورمونی و مشکلات کبدی. اینها دیگه اینجا روغن بهت کمک نمیکنه. باید از یه متخصص و پزشک کمک بگیری، مشکل داخلیت رو متوجه بشی و اون رو برطرفش بکنی که مسائل جدی‌تری رو دیگه خدای نکرده باهاش روبرو نشی. داخل لکه ها هستن. لکه ها عموما در پی استفاده قند و قهوه زیاد ایجاد میشه. اولین قدم چی هستش؟ قهوه رو متعادل استفاده کنی. قند رو قدم به قدم حذفش بکنی یا کمش کنی توی رژیم غذایی. و یه پاکسازی درونی که انجام بدی بعد از اون برای رفع لکه های پوستت اقدام بکنی میتونه کاملا برطرف بشه. در طول ویدیو گفتم که توی تغذیه‌تون، توی سبک زندگیتون اینها باعث مشکلات میشه و اگر رفعش بکنی مشکل پوستی حل میشه. بنابراین شما توی سبک زندگیتون یه سری از موارد رو باید رعایت بکنید. خیلی ساده است، همتون میتونید انجامش بدین و در نتیجه انجام این موارد اصلا دیگه نیاز به استفاده از روغن‌ها، کرم‌ها و نسخه‌های گران قیمت پوستی نیستش. اول از همه اینکه قند و شکر رو توی رژیم غذاییتون حذف بکنید یا حداقل میزان ممکن برسونینش، به خاطر اینکه شکلات و قند باعث میشه که کلاژن توی بدنتون از بین بره، توی پوستتون از بین بره و همینطور باعث التهاب توی بدنتون. کارخونه‌ای و فراوری شده حاوی مواد نگهدارنده و مواد شیمیایی هستن. نه اینها باعث شل شدن پوستتون و لک آوردن پوستتون میشن. موضوع دیگه که توی سبک زندگیت باید رعایت بکنی، خواب کافی داشته باشی و ورزش بکنی. اینها باعث میشه که گردش خون، سیستم خونرسانی توی بدنت
فعال بشه و ترمیم سلولیت فعال بشه و نشون میتونه یه پوست با تراوت و جوانی رو داشت. هیدرات موندن بدن. آب کافی نقش حیاتی توی انعطاف و رطوبت پوسته. در پایان یک جمع‌بندی اگر بخوام بکنم این هستش که شما اگر که بیاید روغن‌ها رو بدون اصلاح دلیل ایجاد مشکل توی پوستتون استفاده بکنی، مثل اینکه آرایش میکنی و درمانی انجام نمیشه، اتفاق نمیافته. برای اینکه یه پوست سالم و با تراوت و جوون داشته باشی 3 اصل باید رعایت بکنی. اگر مشکل داخلی داری حتما رفعش بکنی، مشکلات روده، مشکلات هورمونی. دومی که تغذیه مناسب داشته باشی و به خوبی از پوستت محافظت بکنی. و سوم این که حالا به سراغ روغن ها و کرم ها که بهت کمک. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب فراموشت نشه. توی کامنت ها برام بنویسید عجیب ترین تبلیغی که در مورد پوست و جوانسازی شنیدید یا دیدید چی بود.